در جمهوری تاجیکستان سال 2 مراتبه معرکه سفربرنمایی جوانان به صف ارتش ملی جریان گرفته، دعوت شوندگان با امر دل و وجدان خدمت وطن مادر را پیشه می کنند. ادا نمودن خدمت حربی نشانه روشن احساس وطن دوستی، درک ضرورت و اهمیت حمایه منفعت‌های دولت و خلق تاجیکستان می باشد. در قسم حربی 3501 گروه کلان خدمتچیان حربی سربازانی که مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را به جا آوردند با تنتنه گسیل کرده شدند. سربازان با یک جهان افتخار و سعادتمندی خدمت حربی را به جا آورده برای حمایه این سرزمین اجدادی دائما آماده هستند. طول 2 سال میشه که در قسم حربی 3501 خشنوی داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان ادای خدمت نموده ایستادم و من از گفتنی هم که در این قسم حربی ما خیلی شرایط ها فراهم می باشد و من مناداری خود را به سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای ما جوانان چنین شرایط های خوب را فراهم آوردند. پراکنده لشکر ناید به کار 200 مرد جنگی به از 100,000. نسل جوان در صف قواهای مسلح مملکت خدمت نموده مهمترین مکتب آب و تاب حیات را پسی سر می کند. محض در همین جا جوان پسران درس شجاعت و مردانگی و محافظت کردن خاک پاک وطن را می آموزند. در تمام واحد و ساختارهای ارتش ملی با تلاش و کوشش‌های دائمی سرفرمانده عالی قواهای مسلح پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تمام شرایط مطابق با آیین‌نامه خدمت حربی فراهم آورده شده است. این رادمردان وطن از تمام گوشه و کنار کشور سرجم آمده پهلوی همدیگر قرض مقدس خود را به جا می آورند. سال 2023 به قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان داخل شده با تنتنوار امروز خدمت حربی را بود نمودم. اگر افسرانیم یا عسکریم نگهبان امنی وطن مادریم شجاع و دلیر و وطن پروریم قشون‌های داخل در کشوریم. ارتش ملی حالا با مکتب آماده سازی کادرهای به خلق ملت صادق و وفادار تبدیل یافته خدمت در صف آن مایه افتخار جوان وطن دوست و وطن پرور می باشد. شجاعت و مردانگی سربازان تاجیک ادامه کارنمایی و فداکاری هزاران رادمردان سرزمین اجدادی اما می باشد که خدمت کردن به مرز و بوم را رسالت مردانه و میهن دوستانه و خدمت به پدر و مادر می دانستند.